الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این درس هشتم از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی اعتقاد هر دین ها است. سخن ما در حلقه های گذشته درباره اثبات صفت کلام الله سبحانه و تعالی بود که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله گفتند که کلام الله منزل غیر مخلوق بجمیع جهاته. کلام الله نازل کرده غیر مخلوق است از همه جهاتش. یعنی در همه حال، در همه وصف، در همه وصفایی که می شود کلام الله چی است؟ مخلوق گفته نمی شود. مراد از کلمه جهاتی که در این کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین آمده است کلمه جهات. این کلمه به شما معروف است، کسایی که زبان فارسی رو میدونید. جهات جمع جهت ها، از همه جهت ها، یعنی از همه طرفش. در شرح این کتاب عبدالعزیز الطريفي در خراسانی میگه که والمراد بجهاته تصریفاته و احواله و اوصافه. احوال کلام الله و وصفهای کلام الله و تصرفات کلام الله از همه انمین جهت ها گفتن. این چیزها رو در نظر دارد که مخلوق نیست. مخلوق نیست رو ما به شما حاضر کاملا میفهمونیم. خوب دقت بدید. امام احمد ابن حنبل میگن که القرآن کلام الله غیر مخلوق بكل جهت و على كل تصریف. قرآن کلام الله است، غیر مخلوق است از همه جهت و در همه حالت ها، که این را در کتاب السنه خلال روایت میکنند و این چنین ابانه در کتاب ابانه ابن بطه و بر رد علی الجهمیه از احمد ابن حنبل روایت است. جهات میگن که در این باب 5 جهت وجود دارد. الجهات میگن 5، همون جهتی که در باب قرآن گفته شده است 5 تاست. حفظ نگهداری و حفظ شدنش. جهت دوم تلاوتش. جهت سوم گوشش و شنیدنش، گوش کردن یا شنیدنش، سمع میگن. جهت چهارم النظر، نظر کردن. جهت پنجم کتابت. از همه همین جهت ها قرآن کلام الله است. همه قرآن رو وقتی که به دست میگیرید کلام الله است. هم از جهت از یاد کردنش، هم از جهت تلاوتش، هم از جهت گوش کردنش. شما وقتی که گوش میکنید میشنوید تلاوت یک قاری رو، این کلام الله است. کلام الله رو شنیده سدید. از جهت نظر کردن به قرآن هم نظر به کلام الله کرده سدید و از جهت نوشتن هم. و در این مسئله احمد ابن حنبل میگن که یتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة اوجه. بنده توجه میکند به الله به واسطه قرآن به 5 وجه. و هو فيها غیر مخلوق. در همین 5 وجه قرآن غیر مخلوق است. حفظ بقلب، حفظ کردن قرآن به قلب. و تلاوته بلسان و تلاه بلسان، و تلاوت کردنش به زبان. و سمع باذن، و گوش کرد به گوشش، شنیدنش به گوشش. و نظر بنظر، و نظر کردن به نظرش. و خط بید، و خط بید، و به دستش نویست. در همه این حالتها غیر مخلوق است. پس ببینید قلب من و شما مخلوق است. قلبی که ما داریم، قلب این چی است؟ دلی که من و شما داریم این مخلوق است، یعنی الله خلق کرده است. اما میگن که والمحفوظ غیر مخلوق. اما در درون دل قرآنی که من و شما حفظ کردیم غیر مخلوق است. در درون دل قرآنی حفظ شده غیر مخلوق است. و التلاوة مخلوقة والمطلوب غیر مخلوق. تلاوتی که من و شما میکنیم با صدا، با آواز، مخلوق است، برای اون که این آواز رو الله خلق کرده و به من و شما داده است. این آواز من و شما از حلقوم به واسطه زبان و دهن به وجود می آید.
من و شما که مخلوق هستیم، آواز من و شما هم مخلوق است. اما چیزی که تلاوت کرده می شود غیر مخلوق است. چیزی که تلاوت کرده می شود یعنی چی؟ قرآن. قرآن غیر مخلوق است. و السمع مخلوق، همون گوشی که ما داریم و شنوایی که ما داریم، شنوایی مخلوق است. الله به ما خلق کرده است این شنوایی را. اما والمسموع غیر مخلوق، قرآنی که می شنویم، صدای قرآنی که از دیگر کس می شنویم غیر مخلوق است. و النظر مخلوق، نظر کردن چی است؟ نظر کردن، دیدن مخلوق است، زیرا که الله به ما خلق کرده است نظر کردن رو، چشم رو و دیدار رو و دیدن رو. اما والمنظور الیه غیر مخلوق، اما قرآنی که ما به اون نظر میکنیم غیر مخلوق است. والکتابة مخلوق، نوشتن این مخلوق است، ما می نویسیم، اما چیزی که نوشته می شود قرآن غیر مخلوق است. خوب دقت بدید، این در کتاب الحربی صفحه 32 این آمده است، رساله فی ان القرآن غیر مخلوق، رساله که قرآن مخلوق نیست گفته، این چیزی که شده است. پس احمد ابن حنبل رحمه الله بین فعل بنده و کسب بنده جدا کرده اند. یعنی هر کاری که بنده می کند مخلوق است، برای که الله ما رو خلق کرده و کاری که من شما انجام میدیم، حرکتی که میکنیم مخلوق است. اما اون چیزی که در قلب من و شما است از کلام الله و خوانده می شود این مخلوق نیست. اون چیزی که ما کسب میکنیم مخلوق نیست میگد و هو غیر مخلوق. پس انا کنون فهمیدید سخنی ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی را که قرآن کلام الله است، نازل شده بر محمد صلی الله علیه وسلم و غیر مخلوق است از همه جهت ها. همه جهت ها رو شما فهمیدید. نازل شدن قرآن را مخلوق قرار نمیده، چخیلی که در سوره انسان آیه 30 اومده است، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما به تو قرآن را نازل کردیم نازل کردنی. قرآن کلام الله است، اگرچه تلاوت کرده شود، خونده شود، ترتیل کرده شود با دهان، اگرچه با دهان هم تلاوت کرده شود، این کلام الله گفته می شود. ما نمیگیم که مثلا اصل قرآن کلام الله است اما به دهان کسی که خوند این مخلوق میشد. این چنین سخنها باطل است. در سوره یونس آیه 61 آمده است و ما تتلو منه من قرآن، و آن چیزی که تلاوت میکنید از آن از قرآن کلام الله است. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله و رتل القرآن ترتیلا، قرآن گفته آمده است. زمانی که قرآن میخونی اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سوره نحل آیه 98. بعضی میگه که قرآن را ترتیل کن، خون زیبا بخون، با تجوید بخون، سوره مزمل آیه 4. در همه حالت این قرآن کلام الله است. قرآنی که من شما به گوشمون میشنویم، به دو گوشمون میشنویم، این کلام الله است. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی يسمع کلام الله، اگر یکی از مشرکان طلب امن کند که قرآن را بشنود، به او امن بده، به این مشرک امن بده، امن و امانی بده تا که بیاید قرآن را گوش بکند، حتی یسمع، تا که گوش بکند کلام الله، کلام الله را. یعنی چیزی که من شما گوش میکنیم کلام الله است. فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. بالاخره او کلام الله که در قلب‌های ما حفظ است، یعنی وقتی که قرآن حفظ میکنیم در کجا حفظ میشد؟ در قلب حفظ میشد. این کلام الله است. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این آیات های بینات است در صدور، یعنی در قلب های آنهایی که الله علم داده است. سوره عنکبوت آیه 49. و در روایت امام بخاری هم اومده است که از حدیث عایشه رضی الله عنها قال النبی صلی الله علیه و سلم الذی یقرأ القرآن و هو حافظ له، اونی که قرآن میخواند این حافظ بر وی است. کلام الله که نوشته شده است در ورقها، در مثلا این اجهزه ها، کامپیوتر و در برنامه‌جات و غیره، این چی است؟ کلام الله است. ما مخلوق نمیگیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، همانا که این قرآن کریم است در کتاب مکنون است. سوره واقعات 77. پس انا همین است که ما میگیم کلام الله سبحانه و تعالی غیر چی است؟ مخلوق. الله سبحانه و تعالی خونده شده رو، گوش کرده شوند، گوش کردن رو، حفظ شدنش رو، نوشتنش رو، همش رو قرآن ذکر کرده و قرآن رو ذکر کرده که این کلام الله است. قرائت قرآن، شنیدن قرآن، حفظ قرآن، نوشتن قرآن با دست در ورقها، تدبر قرآن با قلب، همه اینها
مخلوق گفته نمی شود و مخلوق هم نمی شود. بارک الله فیکم. البته دهان، زبان، هوا، گوش، قلب، عقل، دست، قلم، ورق، رنگ، همه اینها مخلوق است، اما قرآن در بالای اینها نوشته شده باشد هم غیر مخلوق است. خیلی که الله میگه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر همه بحرهای این عالم بوده مداد شود، رنگ شود تا که کلمه های الله نوشته شود، کلمه های الله به پایان نمی رسد. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی جدا کرده شده است بین مداد، بین رنگ و قلم و یعنی قلم و بین کلامش سبحانه و تعالی. رنگ مخلوق است، قلم مخلوق است، اما کلمه های الله که نوشته میشد مخلوق نیست. خوب در این مسئله دقت بدید. حیاکم الله. پس انا این است که یک مسئله بینهایت بزرگ. به کدام خاطر یا چی چیزها سبب شده است که مردم یا فرقه های باطل در باره این صفت گمراه شدند؟ چی چیزها سبب شده است که بسیاری از انسان ها در بالای صفت های الله گمراه می شوند؟ نه فقط در این صفت، در بسیار صفت ها وقتی که گمراه می شوند، تعویل می کنند، تحریف می کنند، سببش یک چند چیز است. اولین چیز همین است که کسایی که صفت کلام الله را انکار می کنند، یا که ببینید صفت ذاتی، علو ذاتی الله را، یعنی در بالا بودن الله را، در بالای عرش بودن الله را انکار می کنند، یا که دیگر صفت های خبری ذاتی الله را به مانند دست و چشم انکار می کنند، یکمی مشکل اینها چی است؟ آنها اول الله را تشبیه می کنند، اول مشبهه می شوند. یعنی اونها صفت کلام را میگویند که اگر الله کلام داشته باشد پس الله به مخلوقش چی شد؟ تشبیه شد، مانند شد. از همین جهت میگند الله را ما به خاطر تشبیه نشدن صفت را چی میکنیم؟ تعویل میکنیم، تحریف میکنیم، انکار میکنیم و بالاخره مخلوق و غیره میگیم. انا من علمای گمراهی که الله را لامکان میگویند به این معنا که در 6 جهت وجود ندارد، الله در نزد اینها وجود ندارد، در بالای عرش نیست. به خاطر چی کردند؟ اول اونها مشبه شدند، اول الله را به خلق مانند کردند. گفتند که اگر الله را در بالای عرش گوییم پس الله محتاج به مکان است، الله مانند به مخلوق است. از همین جهت گفتند نه، ما این خیلی نمیگیم. اول مشبه شدند، بعد از این تشبیه را انکار کردند و صفت را انکار کردند. از همین جهت هر یک انسانی که صفتهای الله را انکار میکند او به دو شرک واقع شده است، هم شرکی تشبیه و هم شرکی تعطیل در باب اسما و صفات. امروز همین علماهای گمراهی که کلام الله را مخلوق میگویند به مانند اشعری ها و ماتریدی ها. ابو منصور ماتریدی را من تحقیق کردم که البته ابو منصور ماتریدی کلام الله را نفسی میگوید و این چون اشعری ها، یا الله را در بالای عرش بودنش را که این را صفت علو ذات میگویم این را انکار میکند و الله را لامکان میگوید به این معنا که در هیچ جا وجود ندارد. اعوذ بالله من ذلک. اینها مشبهه هستند، اینا خودشون مشبهه هستند، الله را به مخلوق تشبیه میکنند. اول الله را به مخلوق تشبیه کردند، بعد از این الله را به خاطر پاک کردن از تشبیه گفتند که اعوذ بالله الله به مخلوق تشبیه شد. یک بار گفتند که این صفات رو انکار میکنیم. اینها نفهمیدند که چگونه ما باید صفات ها رو قبول کنیم. البته که وقتی که به منهج صحابه نرفتند، به منهج تعلیم داده رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتند، همین نتیجه گمراهی شد. ما میگیم ما به منهج الله و رسول نشان داده میرویم که نتیجه اش صحابگان رضی الله عنهم بودند. اون چیزی که الله به نفس خودش اثبات کرد و اون چیزی که رسول الله به نفس الله اثبات کردند قبول میکنیم، ایمان میآوریم، تصدیق میکنیم و بدون چون و چرا، چرا کیفیتش چخیل است، چگونه هست، در این باب سخن نمیکنیم و میگیم که لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی به الله مانند نیست و الله شنوا و بینا است.
ما الله را اول تشبیه نمیکنیم و این چنین تعطیل هم نمیکنیم. این تشبیه و تعطیل همین صفتی که است اشعری ها و ماتریدی است. از همین سبب گمراه شدند. اول الله را تشبیه کردند، بعد از این که تشبیه کردند الله را اعوذ بالله به مخلوق، دیگر مجبور شدند که تعطیل کنند. شما میفهمید معنای تشبیه و تعطیل را؟ ما کلمه های گوناگون داریم به مانند تمثیل، تشبیه، تجسیم، تکییف، تحریف، تأویل. تمثیل این است که یعنی یک چیز را به یک چیز دیگر 100% مانند کنید. الله را به مخلوق 100% مانند است کنید. اعوذ بالله کفر است. تشبیه این است که قسما الله را به بنده یک قسما تشبیه کنید. مثلا اگر الله را در بالا گوییم به مخلوق قسما گویا که مانند می شود، یا که الله کلام دارد گوییم به مخلوق قسما تشبیه می شود. مانندی 100% نه، یک قسما. این رو تشبیه میگن. تمثیل 100% مانندی، تشبیه یک قسما مانندی. تعطیل انکار. ما ماتریدی ها و اشعری ها را معطله میگیم. معطله به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها صفات های الله را تعطیل میکنند، انکار میکنند. انکار کردن به یک چند، یا راست انکار میکنند یا که معناش رو تغییر میدهند، تحریف میکنند. تعویل به نام تعویل تحریف میکنند. کلمه تکییف یعنی چگونگی. ما چگونگیش رو نمیدونیم و فکر هم نمیکنیم و حق هم نداریم، برای اینکه الله به ما خبر داد. انا همین سبب اساسی شد که اینها گمراه شدند. سبحان الله. پس بسیاری انسان هایی که در این باب کلام الله و در باب در بالای عرش بودن الله، صفت ذات علو الذات و صفت کلام الله گمراه شدند. به همین خاطر گمراه شدند. اول به عقل پوسیده خودشون الله هست که تشبیه میکنند، دیگر میگن اعوذ بالله الله به خلقش تشبیه شده است. ما یگون کاری باید کنیم، یگون علاج را یابیم. علاج چی است؟ این کار میکنیم. دیگر علاج نیست، این کار کردند. مقصد دیگرشون این چی بود؟ یعنی گفتن که ما میخوایم که الله را پاک کنیم. از همین جهت اشعری ها و ماتریدی ها رو، این قبوری ها رو، این صوفی و غیر رافضه رو وقتی که میبینید همیشه میگن که الله منزه است، الله پاک است، ما الله را پاک میکنیم از مشابهت و تشبیه به مخلوقین. برای چی؟ برای که در عقل اونها، در مغز سری اونها فقط همیشه گویا که الله با مخلوق مانند است. اونها نفهمیدند که چگونه معامله کنند بر قرآن. مذهب سلف صالح رو نفهمیدند در باب اسما و صفات. سبحان الله. و یکی دیگر سبب گمراهی اینها این است که آنها به الله سبحانه و تعالی فعلهای نو را قائل نیستند. حوادث میگن. این حوادث یعنی به وجود آمدنی کارها، فعلهای نو به نو. سوال همین جا است که آیا الله سبحانه و تعالی فعلهای نو به نو را انجام میدهد یا نه؟ آیا باز میتواند که الله در آینده صحبت بکند، سخن بکند یا نمیتواند؟ یا که خلق بکند یا که حرکت بکند؟ از نظر اهل سنت و الجماعت حوادث وجود دارد. به این معنا که یعنی الله صحبت میکند، نازل میشود، در روز قیامت صحبت میکند، به بنده هاش صحبت میکند، سوال جواب میکند. این چیز وجود دارد. یعنی الله حرکت دارد. اما اشعری ها و ماتریدی ها عقیدهشون همین است که اینها چی میگند؟ یعنی از حوادث میگند ما الله چی میکنیم؟ پاک میکنیم. به این معنا که هر حالتی که به وجود آمده است یک بار در قدیم و وجود آمده است، دیگر به وجود نمیاد. الله یک بار خلق کرده، دیگر خلق نمیکند. الله یک بار سخن کرده، دیگر سخن نمیکند. الله یک بار حرکت کرده، دیگر حرکت نمیکند. یعنی اینها قائل نیستند که الله باز سخن میکند و باز فعلهای الله به وجود آمدنش ممکن است. گفتگی چیزی را اینها قبول ندارند، زیرا که میگن که اگر اینا ممکن گویم الله با مانند به مخلوق میشد. اعوذ بالله. از همین جهت گمراه شدند. از همین جهت اینها به فرقه های گوناگون در باب کلام الله وارد شدند. قسم از اونها، اولی اونها جهم بن صفوان آشکار گفت که کلام الله مخلوق است.
معتزله ها هم آشکار گفت. معتزله ها که در باب ایمان عقیده خوارجی دارد، معتزله ها در باب ایمان عقیده خوارجی دارد، عقیدهش خوارج است. به گناه کبیره آدم رو اگر توبه نکرده بمیرد میگن که خالدا مخلدا فی النار میشود. در این دنیا نه مسلمان است و نه کافر است، اما در آخرت خالدا مخلدا فی النار است. در این دنیا مذبذبین بین ذلک، یعنی مذبذب، نه کافر نه مسلمان. این عقیده باطلی معتزله ها که نتیجهش خوارج است. اما در باب قرآن، در باب اسما و صفات معتزله ها جهمی هستند. در باب اسما و صفات معتزله ها جهمی هستند و البته که سلف این امت جهمی ها رو تکفیر کردند، معتزله ها رو تکفیر کردند. معتزله ها چی میگند؟ قرآن کلام الله غیر مخلوق است میگه. بگیم مخلوق است میگه. کلام الله مخلوق است میگه، آشکار و واضح. اما اشعری ها و ماتریدی ها بازی میکنند. بازی اینها چیست؟ اشعری ها و ماتریدی ها رو خوب دقت بدید. میگن که کلام الله میگن، این قرآن میگن عباره از معنای کلام الله هست. این قرآن کلام الله نیست میگن. ظاهر یعنی 100% کلام الله نیست، بلکه این عباره هایی که در قرآن است معنای کلام الله. کلام الله میگه در درون الله بود. الله کلامش را با صدا و حرف و آواز نگفت، بلکه الله معنای کلامش را خلق کرد. نتیجه سخن اشعری ها و ماتریدی چی است؟ همون سخن معتزله ها و همون سخن جهم بن صفوان است که قرآن مخلوق است. و این سخن ابو منصور ماتریدی سمرقندی است و این سخن ابو الحسن الاشعری در اول است. ابو الحسن الاشعری توبه کرده، در آخر از این عقیده توبه میکرد. در مسئله قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست و در آخر توبه میکند که قرآن مخلوق نیست. اما این اشعری ها امروز پیروی از همین ابو الحسن الاشعری میکنند به عقیده اولش. البته توبه کردن از عقیده باطل وجود دارد برادر. هر کسی که خطا میکند توبه میکند، این یک شرف است کسی که توبه بکند. بسیار علما توبه کردند، بمانند ابو حامد الغزالی، بمانند بارک الله فیکم انا همین ابو الحسن الاشعری و زیاد از علما نقل شده است. و بسیاری علما هستند که توبه اونها، علماهای گمراه ها، علماهایی که دعوت به سوی شرک میکردند، دعوت اونها بگیم توبه اونها به ما نقل نشده است. والله اعلم، اونها رو ما ظاهرش میبینیم، توبهش ما نفهمیدیم، حکم میمونیم. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله درباره فخر الرازی البکری گفتند. فخر الرازی البکری گفتند که والله اعلم گفتند اگر توبه نکرده مرده باشد، با همین کتاب نوشتهش، یعنی او مرتد است گفتند اگر توبه نکرده باشد. و سلیمان السحمان درباره رملی، شهاب الدین الرملی، درباره سیوطی، درباره ابن عربی و غیر از علما سخنها کردند. پس فرقه های باطل در عقیده کلام الله، بگیم در بالای صفت کلام الله کی ها هستند؟ جهم بن صفوان، مذهب جهمی یکم. دوم معتزله ها، کلابی ها. کلابی این انمون کسی هست که با مذهب جهم بن صفوان رو زنده میکند و ابو الحسن الاشعری و ابو منصور ماتریدی عقیدهشون رو در اساس عقیده کلاب به وجود آوردن. کلاب یا کلاب میگند، کلابی. و ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن الاشعری، کلامی ها، فلسفا، انمین ها، همه اشون در باب صفتی کلام الله عقیدهشون باطل است و مخالف بر قرآن و سنت و اجماع سلف این امت هستند. مخالف بر عقیده صحیح، عقیده اهل سنت و جماعت هستند. اینها قرآن رو مخلوق میگویند. و باید بدانید که چیزی که در حلقه های گذشته بیان کردیم، قرآن را مخلوق گفتن مجبور میکند، لازم مذهب همین است که، لازم قول همین است که، نتیجه سخن همین است که کلام الله مخلوق است. اگر کلام الله مخلوق باشد، صفت الله مخلوق باشد، پس خود الله گویا مخلوق شده است. و اعوذ بالله من ذلك، و این کفر است و این کفری صریح است. پس از همین جهت همه علما اجماع میکنند که کسی که
معنای قرآن مخلوق است یا کلام الله مخلوق است رو میداند، همین معنای کلام عربی رو میفهمد و میداند و بعد از این همین کلمه رو اختیاراً قصدی گفتنی همین کلمه رو کرده میگوید، این انسان به اجماع علما کافر می شود. خیلی که ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی این چنین در همین کتابی اصل السنه ذکر کرده اند که در آینده سخنشون را با بیان میکنیم که میگویند هر کسی که کلام الله را مخلوق گوید کافر است. این کسی اول، یک کس نماز میخواند، روزه میدارد، حج میرود، خودش مسلمان میگد، کلمه مخلوق میداند که این یک چیزی خلق شده معناش میفهمد. کلام الله میداند که بله این کلام معناش چی میفهمد و بعد از میگد که کلام الله که در آیات ها اومده است و صفات ها گفته شده است مخلوق است، این کافر است. اگرچه میگویند معنای، اگرچه لازمی مذهبش رو نداند، البته در مسئله لازم المذهبش رو داند یا نداند کفر میشد یا نمیشد، علما به دو قسم تقسیم شدن. لازم المذهب این است که یک آدم مثلا میگوید که قرآن مخلوق است میگد، اما نمیداند که نتیجه سخنش این چی است، خیلی کفر است. نتیجه سخنش کفرش چی است؟ الله رو مخلوق گفته شده است، اعوذ بالله. صفت الله رو مخلوق گفته شده است. یک آدم کلام الله رو مخلوق میگد، قرآن رو مخلوق میگد، اما نتیجه سخنش رو نمیداند، جاهل از نتیجه سخنش است، تکفیر میشد یا نمیشد؟ اگر معنای این کلمه رو دانسته گفته باشد، اکثر علما میگن که کافر است و بعض از علما میگن که اگر لازم المذهب رو نداند تکفیر نمیشد. والله اعلم، قول راجح همین است که انسانی که این کلمه رو معناش رو میداند، این جمله رو میداند که قرآن مخلوق گفتن چی معنا دارد، کلام الله این صفت الله بودن رو شنیده فهمیده و باز میگه که کلام الله مخلوق است، قرآن مخلوق است، و این انسان بعد از این رو دانستن وقتی که مخلوق است میگد، این البته که کافر میشد. اگرچه اینقدر لازمی مذهبش رو خوب نداند. این مذهبی سلف صالح بود، سلف صالح تکفیر میکردند اگرچه بسیار انسان ها مذهبی لازم المذهبش رو نمیدانست. احمد ابن حنبل به مجرد این که یک آدمی که کمی یعنی کلمه رو میفهمد میگفت که قرآن مخلوق است، تکفیرش میکردند. اما انسان های عادی و جاهلی که کلام رو معناش رو خوب نمیفهمد و بعد از این مخلوق رو اینقدر خوب نمیفهمد، غیر عرب است، قرآن مخلوق میگوید اما اصلا نمیفهمد که چی گفته شده است و این به چی مسائل تعلق دارد و فقط یک بار شنیدگی است، بے خبر این هم میگوید، از یگان گمراه شنیده این هم میگوید، اما معنای کلام الله مخلوق است، قرآن مخلوق است نمیفهمد. لازم المذهب به یک طرف است، معنای این جمله رو نمیفهمد. در این حالت البته باز علما به دو قسم تقسیم شدن، لیکن قول راجح همین است که این تکفیر کرده نمیشه، زیرا اکثر سلف یا بسیاری از علمای سلف یک باره تکفیر میکردن کسی که قرآن رو مخلوق کرد. البته هستن علمای زیاده که اینچنین آدم های جاهلی که معنای کلمه رو نفهمد تکفیر نمیکردن، زیرا که این تکفیر لازم المذهب است. از همین جهت ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله میگن که من قال القرآن کلام الله مخلوق، هر کسی بگوید که قرآن این کلام الله مخلوق است یا قرآن مخلوق است، فهو کافر، میگن این کافر است، میگن مطلق کسی که همین مسئله میفهمد، مثل من و شما فهمیده شده، مثل بعضی این طالب علم های صوفی های و بگیم بعضی از این جهلایی که در همین مسئله کمی فهمیش دارند، قرآن مخلوق میگن یا که کلام نفسی الله میگن یا که توقف میکنند در همین باره، اینها کافر میشود. و من شک فی کفر هذا ممن یعلم فهو کافر. کسی دوم عذری، هر کسی که همین آدمی که قرآن مخلوق گفت همین تکفیر نکند، یعنی کسی دوم، کسی یکم کی است؟ شخص یکم کسی که قرآن مخلوق گفت کافر است. شخص دوم کسی که قرآن مخلوق گفته را
میداند سخنش را، میفهمد که وی دانست و فهمید و این هم همین معنای کلام را میداند و میفهمد، مما یعلم میداند و میفهمد و اما تکفیر نمیکند، همین آدم کافر نمیگود، اینم کفر است. حتی روایت های دیگر است که و من شک فی کفری، هر کسی که شک در کافر بودن این چنین انسان هایی که قرآن را مخلوق میکند خودش کافر است اگر دانسته شک کند. و من لم یعلم، اما کسی که نمیداند از سبب ندانستن تکفیر نمیکند، قرآن را مخلوق گفته را تکفیر نمیکند از سبب جهل، از سبب اینکه نمیفهمد این مسئله را، بدعه، این مبتدع گفته می شود، اهل بدعت چی گفته می شود. و بین له، و به این بیان کرده می شود دلیل قرآن و سنت را که کسی که قرآن را کلام الله را مخلوقات کفر است. من حالا می خواهم در همین جا یک مسئله بینهایت نازک و بزرگ را به شما بیان کنم. ما بسیار در حالتهای تکفیر انا همین اقوال علما را در باب کلام الله ذکر میکنیم. تکفیر کردن وجود دارد، تکفیر عین میکردن علما، هر کسی که قرآن مخلوقات تکفیر میکردن. انا همین مسئله را بیاید قیاس کنیم به شرک اکبر. علما در باب قرآن کسی که قرآن را مخلوق گوید تکفیر کردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی که همین سخن را میگوید نتیجه سخنش کفر است، نتیجه سخنش کفر است، لازم المذهبش کفر است، تکفیر کردند. و قرآن را مخلوق گفته را کسی که تکفیر نکند عازری هارش را هم تکفیر کردند. اگر دیده و دانسته باشد، عالم طالب علم باشد تکفیر کردند. اما آدمای جاهلی که شبهه دارد اول مبتدی گفته میشود و بیان کرده میشود گفتند. اکنون بیاید مسئله شرک اکبر رو به همین مسئله قیاس کنیم که شرک اکبر یعنی سجده کردن به غیر الله، سجده کردن به قبر، ذبح کردن به قبر، طواف کردن به قبر، آیا مسئله واضح‌تر و فهم‌تر و آشکارتر است یا مسئله کلام الله را مخلوق گفتن و نگفتن؟ کدام نمود کفر و شرک آشکار و واضح است؟ شرک سجده کردن به الله واضح تر است یا کفری کلام الله را مخلوق گفتن واضح تر است؟ از هر دوی همین کفر و شرک. البته که سجده کردن به غیر الله این شرک واضح از قرآن مخلوق گفتن دیده سجده کردن به الله واضح و سخت‌تر و وزنین تر است. چرا؟ برای آنکه در قرآن آشکار و واضح آمده است که سجده کردن به غیر الله خودش کفر است و شرک اکبر است. کفر اکبر، شرک اکبر است. سجده کردن به غیر الله این یک عملی هست که خودش کفر اکبر و شرک اکبر است. الله آشکار در قرآن گفته است که لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نه به شمس، نه به آفتاب، نه به ماهتاب سجده نکنید. فسجدوا لله، یگانه به الله سجده کنید. و به پیامبر امر کرده است که بگو که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو که حیات من، ممات من، نماز من، حج من و همه عبادت های من فقط به الله است. و همه پیامبران میگفتند که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. یعنی این آیات ها بسیار واضح است، صدها آیات است که فقط سجده کنید به الله، عبادت کنید الله را و ترک کنید عبادت غیر الله را. میگفت الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. آیا از شما عهد نگرفتم ای مردم، ای انسان ها که عبادت نکنید شیطان را؟ بالعموم و در درونش سجده هم است و سجده را هم خود ذکر کردیم. آشکار و واضح الله سبحانه و تعالی سجده نکنید به غیر الله گفته شده است، سجده کنید به الله گفته شده است و عبادت رو به غیر الله انجام ندید و عبادت رو به الله انجام دهید گفته شده است. آشکار و واضح. اما در مسئله قرآن کلام الله مخلوق نیست آیت وجود ندارد یا حدیث وجود ندارد. الله در قرآن نگفت که ان القرآن یا که قرآن کلام الله هست و غیر مخلوق است. کلمه غیر مخلوق در قرآن ذکر نشد و این چنین در حدیث پیامبر آشکار و واضح نآمد. چخیلی که ما گفتیم حدیث هایی که آمده است ضعیف است و خود این کلام هم سبب کفریش برای چی؟ وقتی که این سخن رو میگید خودی سخن نه، نتیجه سخن آدم رو کفر میکند. نتیجهش خودی سخن نه، نتیجه سخن. لازم المذهب کسی که قرآن رو مخلوق میگد، کلام الله رو مخلوق میگد، نتیجه سخنش الله رو مخلوق گفتن است که این کفر است، کفر میشد. از همین جهت
کلام الله را مخلوق گفتن درجه اش سبکتر و پایانتر از سجده کردن به الله است. اما انکنون ببینید که سلف این امت در همین مسئله تکفیر کردن کسی که قرآن را مخلوق میگوید، چی برسد در مسئله شرک اکبر. من به شما میخواهم بفهمونم که مسئله شرک اکبر، سجده کردن به غیر الله، این به نهایت مسئله بزرگ است. اگر سلف این امت کلام الله را مخلوق گفته را تکفیر کرده باشند و عازرش را، کسی که کلام الله را مخلوق گفته را تکفیر نکند تکفیر کرده باشند، از عالم طالب علم، عازرهایی که عازرهای عالم طالب علم باشد و کلام الله مخلوق گفته را تکفیر نکند تکفیر شده باشند، سلف این امت در این مسئله همه نقل کرده باشند اجماع را با تفصیلاتش که ذکر کردیم. پس مسئله شرک اکبر و کفر اکبر به مانند استهزا کردن الله که در قرآن ذکر شده است، دشنام دادن الله و رسول، اینها باز واضحتر است و آشکارتر است و سختتر است و اجماع صحابه بگویم و بعد از این اجماع انمین علمای سلف صالح در این مسئله قطعی می شود. بارک الله فیکم. من فکر میکنم که شما این قیاس جلی ما رو خوب درک کردید و این مقایسه کنی رو خوب فهمیدید. از همین جهت شما میفهمید که اگر مسئله کلام الله مخلوق گفتن رو سلف صالح تکفیر کرده باشند، هم بالعموم و هم بالعین، پس مسئله شرک اکبر این مسئله باز واضحتر و آشکارتر و سختتر است که به این هیچ شکی نیست که تکفیر میشود. حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و والله اعلم فکر میکنم با همین در باب کلام الله صحبتمون به پایان میرسد. اگر شاید فردا یک حلقه دیگر کنیم یا نکنیم، فردا میبینیم که درباره صوت الله ما گفته بودیم به شما روایت های امام بخاری را بیان میکنیم که صدای الله چه خیل است، ملائکه ها چه خیل میشنیدند، این رو در حدیث که اومده است بیان میکنیم. البته کیفیتش مطلق نه، بلکه ملائکه ها چه خیل میشنیدنش رو بیان میکنیم. والله اعلم بعد از این به مسئله دیگر که مسئله قدر است، تقدیر است، میگذاریم. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.